ولی بازم میگم چی با همون بزرگایی که ملت ما داشت امروز دیگه نیستن و برای که او لقمش و حلال و پاکیزه بود از چیز حرام و شبهناک پرهیز میکردن حضرت او متاسفانه استا همه چیزو از بین رفته است اخی سبحان الله. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر بار نزدش آمد گفت یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب دعوه. یا رسول الله گفت دعا که خدای بزرگ مرا مستجاب دعوه کنه که هر دعایی کردم اجابت شود پیش پروردگار. حضرت گفت یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب دعوه. یا سعد گفت همین لقمت حلال کن به شک مستجاب دعوه میشه. و شرط همین لقمت حلال باشه انشالله هیچ جای شک شبهه نیست که مستجاب دعوه میشه. بعد حضرت سوگند یاد کرد پیغمبری که احتیاج به قسم نداره، پیغمبری که سخنش قانون بود، صادق و مصدوق است. گفت والذی نفس محمد بیده، قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست. این العبد لیقذف لقمة الحرام فی جوفه ما یتقبل منه عمل 40 یوما. هر بنده که میگه همین یه لقمه حرام میگیره فرو میبره تا 40 روز خدای تعالی طاعت و عبادات چه قبول نمیکنه. این معنی او را نداره که 40 روز باید نماز نخونه و روزه نگیره و عبادت نکنه. نه، مرده میکنی، مکلف هستی، اما همو در پیش پروردگار قدر نداره، اجر نداره. اینا میرنگی چهارمغزی بی مغز، چهارمغزی پوچی بی مغز گویا وقتی لقمه حرام بخوری. و ایما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولا به. و هر بنده ای که همه گوشت چرب روغنی بدنش از حساب حرام از حساب ربا ای او میگه مستحق آتش جهنم ای، در آتش جهنم سوزانده میشه. و حضرت سعد ابن ابی وقاص هم خدا رحمت مغفرتش کنه همین خیل وصیت پیامبر قطعی عمل کرد. چیزی شبهناک حتی دست دراز نمیکرد، حراموس بسته. بعضی چیزی هست که اندک همی شبه میشید حضرت دستش دراز نمیکرد. بعد حضرت میگه در حقش دعا کرد که خدایا همین سعد ابن ابی وقاص مستجاب دعوا بگردان. به شرافت دعای پیغمبر و به شرافت پرهیز که داشت که همین سعی میکرد که لقمه حلال و پاکیزه بخوره مستجاب دعوا شید. تا به حدی که دعا میکرده است دعاش اجابت میشیده است. دیگه همون رئیسا و امیرا میترسیدن از سعد ابن ابی وقاص. حتی امام حاکم در المستدرکش روایت آورده است از ابو حازم اسراوی همین روایت. بوره میگه در نزد بازار مدینه منوره یک مرد یک عملداری دولتی بالای اسب سوار میگه حضرت علی ابن ابی طالب دشتم معقورت کرده است. مردمی بسیار جمع شدیانه یا تاش جرأت نمیکنه که بگه که یک خونه سوخته و تو اول در یک حوزک برخته نگاه که شکل صورت خطه تا چه نام علی را خجاله به زبان گرفتن که جرأت نمونده است. دیگه مردم هم قرپکی و ترسان شدیان که برای گفتن گپ حق برای پشتیبانی یا صحابی پیغمبر جرأت نداره. همین وقت میگه حضرت سعد میگه نزدیکش ای بزرگ اومده است حالا که سین سالش به جای رسیده است، سین سال کبار در بد میگه. گفت ای کی است؟ گفتن این یک مردی ناشناس ای نشناختیمش حضرت علی را نشناخت داده است. حقیقی این مردک مکتب محمدی را گذشته است. این مردمی که ترسو بودن یا پیغمبر را ندیده بودن، این عصرهای بعدی هست. اما این حضرت این مکتب محمدی را گذشته است. این شخصی است که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با دشمنای اسلام جنگیده است. میگه اومد همین تا به یک جرأت جسارت نزد همین مرد از لجام اسبش قپید. گفت یا هذا علی ما تشتم علی ابن ابی طالب. اب خانه سوخته بدبخت تو چرا گفت علی پسر ابو طالب دشنامیتی؟ علم یکن اعلم الناس. آیا علی از عالمترین مردم نبود در عصر خودش؟ علم یکن اسحد الناس.
آیا حضرت علی از زاهدترین مردم نبود؟ علم یکن ختن رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابنته، مگر علی داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود؟ علم یکن صاحب رایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزواته، مگر حضرت علی پرچم بردار پیغمبر نبود در جنگو؟ حضرت به دست خودش داده، علی پیش پیش میرفت. بعدا میگه لجام از سر داده، روش طرف قبله که دستور را برداشت به دعا گفت اللهم این هذا یشتم ولیا من اولیایک. پروردگارا گفت همین ملعون یک دوستی از دوستای تو را دشنام حقارت کرده است و این مردم بی غیرتی ترسو تماشا دارند. فلا تفرق هذا الجمع حتی تریهم قدرتک. پیش از او که این مردم پراکنده شوند پروردگارا یک قدرت نشان شده. همین وقت میگه اسب تورید، به امر پروردگار سواره را که دنگل کرد، ای بالای اسب اومد، هم یک خرسنگ به دست همونجا سرش زد، مغزای سرش تا چوشید هر طرف در پیش چشم مردم. همه دیدن و خمیرا دیگه این گپ مردم میدونستن. بعضن میگه یگان ظلم میشیده است با مردم از جانب همین والیای مدینه نزد حضرت سعد ابن ابی وقاص می اومدن که یا سعد به داد منبر است، این میرفته است. پیش مروان ابن حکم هم رفتگی، پیش دیگر نماینده های همین مقصد که بنی امیه را رفتگی. بعد یا که مروان ابن حکم از مدینه رفت که چرا بر مردم مسلمان ظلم میکنی؟ دیگه می اومدن همین دستاش همین قپیدیان بوسه میکردیان که دعای بد نکن، خوز اینه مسئله را حل میکنی و التماس دعای بد نکن. تو همین درجه را از دعاش میترسیدن. افسوس و صد افسوس که دیگه آخی لقمه پاکیزه و توزه نمونده است، دیگه دعاها اجابت نمیشوند. آخی همین که شرط های اجابت دعا همین های. برای هم حضرت صلی الله علیه وسلم گفت من اکل طیبا دخل الجنه، کسی سعی میکنه که همیشه لقمش تازه و پاکیزه و آزاده باشه، این آدم داخل جنت میشود. خیلی مرده که در کار که به همین چیزی حلال اکتفا کنه و به حرام میل نکنه. گر کاسه دوغی خیش باشد پیشم، والله که زی انگبین کس دندیشم. گر بی برگی به مرگ مالد گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. میگه حضرت مولوی روم. من اکل طیبا، کسی که طعام حلال میخوره، لقمه حلال جستجو میکنه، و عمل فی سنه، به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و عمل میکنه، داخل جنت میشود. سبحان الله. ما و شما در یک محفل سنتی اشتراک داریم. اصلا ولیمه، محفل ولیمه توی ازدواج فرزند، این محفل سنتی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است اولین ولو بشاه، اگر هیچ رنگ که نداشته باشی همین یک گوسپند بکشو ولیمه فرزند انجام بده. الحمدلله اهل این خاندان امروز به سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم این محفل معرکه را برگزار کرده استودیان. خشا به حال شد، خداوند برکت شد و پروردگار خواهرچه ما را بخت اقبال بده. اگر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که وقتی که فرزند گسیل میکنیم نصیحتش کنیم، حتما نصیحت کنیم بچه‌ها. باور کنید همین وقتای اخیر مردم دیگه همین محفل نکاح میشه و وقتی ازدواج فرزندان میشه در تشویش تردد میغلطن. همین پرابلم ها زمان پیش اندک بود، بسیار کم بود، ولی به حد زیاد شده است. اکثر زندگی ها را میبینه که هم در سال اول علاقه پوش میکنه. علتش چیه؟ متاسفانه از همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور ماندن این امت، متاسفانه از پند نصیحت غافل فارغ ماندن پسرها و دخترها است. نمیدونن حق حقوقی را که خداوند در ذمه‌شون گذاشته است، حق حقوقی را که پیغمبر بیان کرده است، متاسفانه رعایت نمیکنه، در حق همدیگر ظلم میکنه. اگر به خدا قسم به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم همین جوان و دختر زندگی کنن، یقین است که انشالله زندگیشو زندگی شیرین و گوارا میگذره. یقین است که انشالله خدای تعالی فرزندای خوب و صالح براشون نصیب و روزی میگردونه. سبحان الله. مرد بود با نام
معاویه ابن حیده قشیری نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ما تقول فی نسائنا، ای حبیبی الله، گفت در حق همین زنهای ما چی میگوی؟ اگه این معاویه تازه مسلمان بود، نو اسلام قبول کرده است. در زمان جاهلیت این زن اصلا یک کالا بود، یک توار بود، هیچ قدر نداشت، هیچ حق نداشت. گفت همین زنکو یکون حق دارن در زیمه؟ حضرت گفت بله، اطعمهن مما تاکلون، چیزی که میخوره برای زن و برای خانواده‌تون هم آماده میکنه. و اکسوهن مما تکتسون، خودت میخوای لباسی تازه و آزاده داشته باشی، برای خانواده‌ت هم لباسی تازه و آزاده و سنتی باید که آماده کنی. ولا تضربهن، زنها را لا تکوب نکنی. ولا تقبحهن، زنها را دشنام حقارت نتین. فإن خفتم نشوزهن فاهجرهن فی المضاجع، اگر مبادا خوف برده که همین زنها گپ گردانی میکنه، گوش نمیکنه، برای شما رخصت میتونه که یک چند روز همین را با شاری ها میگن که زیادی بد نشوه، 3 روز زیاد نشوه، جوگای خودتونه جوگای خوشه ترک کنی، میتونه که دورتر بستی. سبحان الله. اینا ببینه حضرت نگفت است که بزنه شو، نگفت است دشت و معقورت کنی، برعکس من کرده است امت را. و مردینه که زنک حقورت نکرد، زنک جرأت میکنه که حقورتش کنه. یک کس میگه که دوملو همین زنک میگه که در دهنت فلان، تو چیش میگوی؟ کیوتری میگه اکو پروستاتک نمیخیزه بگه که در دهنت فلان. البته میگوی که پدرت فلان کرده، خیلی دختری بناموس باشه مجبوره اخی بگه که در دهنت فلان. چی بگه دیگه بیچاره؟ ای دوادید کردن در کار نیست توی درجه را. بخدا دیگه محفل شدگی من تری سواسی گفتم همین خیلی من مردکم، تو مردکی او را زنکای. بخدا قسم زنوی هستن که قدر منزله شو ای 1000 طوری مردک در پیش پروردگار بالاتر هستن. پیش خدای تعالی قیمت داره و قدر داره. حضرت شیخ عطار میگه در حق همین بی بی ربیعه ادویه، او نه یک زن بود بل 100 مرد بود، از قدم تا فرق عینی درد بود. او را میگه بچه میکم میگه نکنه بی بی ربیعه زنک بود، او 800 مرده که به غیرت به همت به ناموس بود. خیلی زنک بنده الله های در میان زنک ها اینقدر اولیاء الله زیاد هستند، زنایی هستند که به خدا قسم غیرت و همت شو ای مردک در خیلی بالاتر ای. ترا کی حق داده است که دشت و معقورتش کنی؟ او را که بنده خدا بده است. سبحان الله. حضرت شیخ سعدی میگه زنان را به عذر معین که هست زی طاعت بدارن گهگاه دست. زنکا یا عذرک دارن، عذر طبیعی، وقتی که حالت حیض شو میشوه یا وقتی که فرزند تولد میکنن در نفاس قرار میگیرن، یک چند وقت از طاعت عبادت دورتر میشینن، نماز نمیخونن. اگر ماه شریف رمضان باشه روزه را میخورن، البته بعدتر بعد روزه را قضاش هم میدارن، اینه که نماز به همین ساقط میشوه. تو به عذر یک سه نشینی چه زن، روی کم زیزن لافی مردی مزن. اما تو خانه آباد عذر نداری، به عذر رنگی زنکو باری یک سه میشینی، تو چی دعوای مردکی داری؟ تو لافی مردی نزن. زنانی که طاعت برغبت برن زی مردان اینو پرسو برترن. همین زنکایی که طاعت خدای تعالی را برغبت انجام میتن درجه و منزلت چو 1000 مرتبه هم مردوی بی غیرت بی همت بی تقوا را بالاتر و بالاتر ای. اگر خدا و رسول تصور کنه که مرد نشنا معقورت نکنه، مرد لط کوب نکنه، مرد حقی زنک بشناسه، گشنه و تشنش نمونه، لچ برهنش نمونه، با جای خود تأمینش کنه، کدام زنک از زندگیش بیزار میشوه و مینت شنو ینگه و کیلن خاک بلا میشوه خونه پدرش میروه نمیروه. یک کمبودی دیگر همی است که امروز دیگر متاسفانه مادرها بی بی ها همون فونکسیایی را که ای نظر شریعت باید اجرا کنن نمیکنن، دختران را نصیحت نمیکنن. و خیر ریش سفیدو همش میدونن چه خیلی زندگی بدم دوره سویتی دارم، چی نصیحت ها بود.
بچم سرک دخم بگی فقط خودت خشتومند میشای. او امروز تو خشتومند تا احترام که پگه ای کیلنت احترام میبینی، ای فرزندت احترام میبینی. او سری خم شمشیر نمیبره. ای گپو کجاشی دست دام خدا نیست همین تعلیمات. او بچم شوهر وقتی دختر که شوهر کرد حقی شوهر از حقی پدر و مادرش بالا میشوه. تو زمانی که شوهری مسلمان ایتر از ریزو نشوه خدا اعتراضی نمیشوه. تو دام خدا همین نصیحت ها کجاشی است. اگر باشه باور کنه اینقدر خانه ویرانی و اینقدر بی سر و سامانی نمیشوه دیگه در جامعه. افسوس که به دست خود بود میکنیم این کارو را. انمی زندگی کردن طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از عنصراش همیه و عمل فی سنه. کسی که به سنت عمل میکنه خوب در زندگیش در معاشرت و مناسبت با زوجش باشه و با حق همسایه باشه، خوب به مردم دیگر باشه، انشالله وعده پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم این شخص جنتیه. و نهایت سوم درجه را حضرت بیان کرده است و امین الناس بوایق، یعنی کسی که ظالم نیست، کسی که مردم از ظلم جوری اون ناله نمیکنن، از دستش فیغا نمیکشن. الله اکبر. افسوس صد افسوس که دیگه اون زمانهای گذشت که همسایه نزدیک خیش تباری دور بهتره میگفتن. دیگه همسایه به همسایه سگ پشک. با دورهای پیش اونم دورهای شوروی ده هم قانون سخت بود، بسیاری همی رزبارو را خچو حل میکردن. حوزی اندک کرده در سود پروکراتورا مراجعت بکنن، کشکش سودی و پروکراتورا. آخی با همسایه بعدا با ممکن که با آشتی کنی نه که دیگه اون معامله و اون محبت پیشینه را برقرار کردن نمیشوه. چون رشته گس است میتوان بست لیکن به میان گره بماند. رشته کندگی را ایسر بو میگیری حفش میکنی، نه هم هر وقتی که دست آوردی هم گریهک دتای چلیکت میویا. هی امی خونه آباد یا وقت دیل ما اوزار داده بود، دیل ما اوزار داده بود همون خیلی اوگی. و خدا قسم همین روز یک از زنگ زد یک آدمی خوب گفت هم دو درچم یاده سخنی قبیح هم گفت، سخنای بیزیب هم گفت، من در حقش خدمت کردم گفت، هم دو در گفت سخنای قبیح گفت. خیلی که امروز شاید پشیمون هم شیده باشه دیگه. میویا خونه میویا مقصد که قطیش سلام علیک هست معامله دارم، نه که همین دیلم سیاهی همون آدم قطعی نمیخواهم در یه جا بشینم، میل محبت ندارم به همون آدم. ایرابی همون چیزا میمونه. آخی زخمی شمشیر میروه زخمی زبان میمونه. ولی همین سعی کردن در کار که مردم آزار نباشن. مردی هسته که حق همسایه ها از او امین باشن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان حقیقی شخصی را میگن که دیگر مسلمان ها از دست زبان او آزار نبینن. و امین الناس بوایق، مرده که خوب باشه، صالح باشه، خدا ترس باشه، سعی کنه که به مردم زیان و ضررش نرسه، آخه انشالله این آدم جنتیه. در حق یک حیوان وقت شخص خیر و نیکی و احسان میکنه خداوند همین را با رحمتش گرفتار میکنه، همین را فراموش نمیکنه. همین کارش چی برسه به یک انسان که یک انسان را دستگیری کرده. حدیث امام بخاری است، حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمانه، لا یظلمه ولا یسلمه. مادام که برادر شای در حق یارم برادر اسلامیش ظلم نمیکنه. ولا یسلمه ای لا یترکه مع من یعاذه من اعدائه. حتی اگر بینه که به هم برادر مسلمانش یگون زیان و ضرر رسیده است، دشمنو آزارش دادستیان به خاطر هم برادر میخیزه در پهلوش میسته، نمیگذاره که دیگرها آزارش بتن. انا را اسلام و مسلمانی میگن. من کان فی حاجت اخیه کان الله تعالی فی حاجته. کسی یک حاجت برادر مسلمانی خودش میبره در حالت تنگی و مشکلی، خداوند بزرگ میگه حاجتای ایرا روا میکنه. خدای کارساز حاجت برار. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه. کسی یک غم و مصیبتی برادر به خرسندی مبدل میگردونه،
یک برادر کمک میکنه، دستگیری میکنه، خداوند فردا روز قیامت انم غم و مصیبت های روز قیامت چه به خشی و به خرسندی مبدل میکنه، دوزخ شه به جنت مبدل میکنه. و من ستر مسلما ستره الله تعالی. کسی یک مسلمان را ستر میکنه، شاید جستجوش میکنن پنهانش میکنن، عیبکاش آشکار نمیکنه، خدای تعالی میگه فردا روز قیامت گناههای بنده را ستر میکنه. الله اکبر. این بچه همین رسوگی و روسیاییش دست که همسایه ای همسایه میترسه که این خونه سوخته بزای، ملو ای ملو میترسه که این خونه سوخته بزای، حاجی ای حاجی میترسه که این خونه سوخته بزای. دیگه اعتماد نمونده است، باوری نمونده است. و همین جور و ظلم نیست ای چیه. خشو به حال کسی که در وقت زنده بودنش هم کسی را در پیشش گفتی بگه خدا نگهبانش باشه، مردی خدا ای، مردی مسلمان ای. ولی هم بهادر یک عجیب سخنی گفت مسلمانم، همه آدم مسلمان بود. خیلی گفت به خدا قسم، یعنی آدمی با انصاف بود، آدمی خدا ترس بود، آدمی بود که حق دیگران را چشم علا نمیکرد، آدمی بود که سعی میکرد ظلم زیانش به دیگران نرسه. و بعد اگر مرده باشرم میگن خدا رحمتش کنه که هم مردک بود. حقیقتا هیگید بدست مردک بدست. انا کسی هر صفاتو را داشته باشه بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، داخل جنت میگرده. سبحان الله. ببینید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او پیغمبر خدا جامعه علوم ظاهر و باطن. وقتی صحابی گفت که یا رسول الله این هذا اليوم فی الناس لکثیر، او این کار مشکل نبوده است، همه این کار میتونن، امروز در بین جامعه زیاد این کار دیده میشود. حضرت گفت فسیکون فی قرون بعدی، این در قرن عصرهای بعدی من میشود. شاید همین قرن عصرهای ما را در نظر داشته باشه. انا که بیاییم سعی کنیم که طرز ما زندگی و رفتار داشته باشیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ما خوشنود بگرده، طرز زندگی و رفتار داشته باشیم که انشاءالله طبق بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم فردا روز قیامت خداوند متعال با وجود آنکه کمبودی و نقصان زیاد داریم داخل جنت ما بگردانم. پروردگار محفل خیر مبارک بگردان. واقعا امروز یک محفل سنتی برگزار شده است. پروردگار فرزند این خاندان بخت اقبال بده، بینش و بین شوهرش، بین شوهر شوندش الفت و مودت محبت اسلامی را برقرار بساز. خداوند از دامانش فرزندای خوب صالح و عالم قاری و محب به دنیا بیار. پروردگار بلا و آفات و ویروس را از ملک نازنین ما دور گردان. خداوند در این مساجد برامون باز کن تا با جماعات در خانه های بزرگ نماز ادا کنیم، تا برکت در ملک سرزمین ما زیاد شود. خداوند شرکت کنندگان این محفل خیر از جميع بلا و گزند حفظ کن. به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی، روزی توی ازدواج فرزندان و نوه و خوش برسان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب.